امروز تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای امنیت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون جلسه شورای امنیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کل جلسه اعضای دائمی و اعضایان شورای امنیت، رئیس سود عالی، راهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات اشتراک نمودند. در جلسه مسئله مرکب گشتن وضع در سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در منطقه جنوبی ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد بررسی شورای امنیت کشور قرار داده شد. با نظرداشت شدید گردیدن وضع سیاسی در این منطقه، سرور دولت محترم امامعلی رحمون به اعضای شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، راهبران ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سفارش دادند که برای تامین امنیت دولت و ملت در منطقه سرحد دولتی همجوار تاجیکستان با افغانستان چهارراه‌های مشخص اندیشند. سفارش داده شد که جهت حفظ سرحد دولتی اقتدار محافظتی سرحد پرزور کرده شود. همچنین سرور دولت دستور دادند که در برابر پرزور کردن اقتدار حمایوی سرحد به مسئله پیشگیری قانونشکنی در سرحد دولتی از جمله پیشگیری جنایتکاری فراملی، تروریسم و اکستریمیسم و قاچاق مواد مخدر توجه مخصوص روانه سازند. دستور سفارش‌های مشخص همچنین دایر به پرزور نمودن قدرت محتوی دولت، تقویت بخشیدن حفظ دولتی، بالا بردن سطح آمادگی جزء تام‌های نظامی و بهسازی تأمینات مادی و تکنیکی آنها، تحکیم انتظام حربی، بلند برداشتن روحیه معنوی، حس وطندوستی و مسئولیت شناسی و تجربه و مهارت کسبی محافظان مرز و بوم کشور، کارمندان مقامات سودی، ساختارهای نظامی و حفظ حقوق و ترتیبات داده شد.